درود به بیننده‌های عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیر مالی. این 5 سامانه ما در یکی از مهمانخانه‌ها یعنی هاستل ها انیق‌ترش مهمانخانه هاستل شهر تاشکند در میان دیگر نوشته جوتو و اینجا 10 سامانه عزیز ما یک سامانه‌مون که میگه وطن دیگر است. اینجا یک برادر قند داریم ما از تاجیکستان است که در ازبکستان دیدن یک هموطن ما را خرسند میکنه. چی مقصد که تو من یک جمله اینجا برای اگزم سپوره اومدیم اگزم آیلتس International English Language Testing System برای اگزم سپوره دارم چی کاره این؟ در لیسه ترکی معلم انگلیسی هستیم. وطن زور است یا که بیرون؟ بهترین است. وطن جامعه تاجیکی چه کار میکنه؟ این جامعه تاجیکی را برای یک رفیق است در همینجا برای همینا یعنی پدرکه کدگی هستند. وای در کس جامعه تاجیکی تو فکر بله جامعه تاجیکی یک کلاه هم داشته توقی هم داشته و توقی شدن در جا موندگی سوپر انگلیه میبرشه زنده باشه وطن دیگره وطن دیگره زنده باشه بچه ما برای وطن دیگره یک چیز خوبی دیگه نشون میتونم شما ده که وقتی که ما وارد این خانه ها شدیم بسیار خوشمون آمد این حرفا را وقتی که دیدیم. یه لحظه من بچه رو نمیخوام نشون بدم اینجا ولی همین نوشته جدایی که بچه های تاجیک هر وقتی که اینجا آمدن در هر دیوارها اینجا هر هموطن از خودش نشون میمونه هر مهمانی که میآید. خب ولی به شکل درست و نادرستش اهمیت نداریم ولی مهمتر از همه با نمایندگی از تاجیکستان در این نوشته هایی که from English from Afghanistan کجاهای دیگه من از قیرقوم نیست تاجیکستان یا است تاجیکستان انا این جمله بسیار حساس در همین شب و روزی که ما پامیر واقعا دوست می‌داریم. I love پامیر بدخشان. خب همین جمله های زیبای دیگه و با ما میریم. این البته طرح این هاستل خیلی زیباست خاکسارانه است ولی طرحش بسیار جالب است هر کس از خودش یک نوشته میمونه و اینجا هم در خانه‌ای که ما خواب هستیم همین خیلی جمله های بسیار زیبا با نام پیغام به تاجیکستان یا پیغام از تاجیکستان هست. این میبینید که از میان دوستی تاجیکستان و تاشکند نوشته باید تاشکند دوشنبه میشه ولی به هر حال خوب از کانی بادام. این جمله بسیار خوشم آمد جمله شعاری ما تاجیکستان و پیش خدا کند که در همه سمت ها هم در اقتصاد هم در سیاست هم در فرهنگ ما واقعا به پیش حرکت کنیم در برابر پرابلم های سختی که ما داریم در وطن. خب این سال تولد چه نیست است. خب من میخوام اینجا با محبت و اجازه از شما همون جمله زیبای خودمون رو بنویسم که همگی ما فکر میکنم این جمله را دوست می‌داریم و فکر می‌کنم که شما حالی بدونیم بگین که ما چی می‌خواهیم نوشتن. خب فکر می‌کنم علاقه بسیاری ها پای بردن که یعنی ما چی می‌خواهیم نوشتن ولی بسیاری میگن که اکای دلیر چرا وطن دیگر است نمیگویی ولی من میگم که همین شیرین ترین لهجه‌اش که بچه‌های بدخشان هم می‌بینن و بچه‌های سوخت هم می‌بینن وطن دیگره. زنده باشین هر کجای دنیا باشین نگاه نکرده با پرابلم های سخت و مشکلی ها ما میگیم که وطن دیگره و در برابر جگر هم هست و پرابلم هاش هم ما باید حل کنیم. هاستل تبچند نامش تاشکند.